سرخط خبرها. امامعلی رحمان مردم تاجیکستان را به مناسبت 80 سالگی غلبه تبریک کرد. نگرانی وزیر معارف از وضع مکتب‌های حصار. رئیس پیشین شهر کونیبادام عبدالسلام تختسونزاده به 12 سال زندان محکوم شده است. درود بیننده عزیز، نشر نوی برنامه نوید 7 روز از یارتیجه منظور شماست. در این نشر شما را با مهمترین خبرهای هفته اخیر آشنا می‌سازیم. با شما هستم ایدیبک سعید از دوشنبه. امروز 8 می پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان 80 سالگی روز غلبه را در جنگ بزرگ وطنی تبریک گفت. سرور دولت هنگام اشتراک در پرد حربی بخشیده به 80 سالگی روز غلبه با افتخار از جانثاری‌های مردم تاجیکستان در نبرد با فاشیسم هیتلری و سهم ارزنده آنها در تامین صلح و امنیت جهان یادآور شد. پرزیدنت کشور در سخنرانیش تاکید کرد که بیش از 300,000 نفر از تاجیکستان به جنگ سفربر شدند که از این شمار زیاده از 100,000 نفر جان خود را از دست دادند و هزاران نفر دیگر مجروح برگشتند. او افزود که قهرمانی و فداکاری مردم تاجیکستان هم در میدان جنگ و هم در عقیبگاه در تاریخ معاصر ملت ابدا ثبت شده است. امامعلی رحمان همچنین تاکید کرد که درس اساسی تاریخ برای نسل‌های امروز و فردا پاس داشتن صلح، وحدت و حمایت مرزبوم کشور است. و از خدمتچیان حربی دعوت نمود که همیشه هوشیار و آماده باشند و مثل پدر و بابایان خود صادقانه به وطن خدمت کنند. پرزیدنت تاجیکستان در انجام سخنرانی خود مردم کشور، اشتراکچیان و سابقه‌داران جنگ را به جشن 80 سالگی غلبه تبریک نموده با آنها سلامتی، بخت و سعادت و روزگاری آباد آرزو کرد. وزیر معارف و علم تاجیکستان رحیم سعیدزاده روز 5 می با مقصد شناسایی از وضع تعلیم و تربیت، کارهای آبادانی، شرایط صنفخانه‌ها و انتظام مهنت بدون آگاهی از یک قطار مؤسسه‌های تحصیلاتی میانه عمومی شهر حصار بازدید کرده است. در این باره وزارت در صفحه فیسبوکیش با نشر چند عکس خبر داد. به اطلاع منبع ضمن سنجش معلوم گردید که در بعضی مکتب‌های شهر کارهای تعلیمی و تربیوی همچنین انتظام مهنت در سطح ضروری برآورده مانده نشدند. از جمله مدیر بابایارف زاکرجان و معاون خواجگاه‌داری مؤسسه تحصیلاتی میانه عمومی رقم 29 که 913 خواننده را در 2 بس تعلیم می‌دهد در ساعت کاری در جای کار نبودند. اشتراک خوانندگان در 2 صنف به طور نظر از پس بوده سطح دانش و آمادگی آنها نیز تشویش‌آور ارزیابی شد. همچنین گفته می‌شود نه آموزگار و نه خوانندگان لباس توصیفی مکتب را رعایت نمی‌کردند. به نوشته وزارت حالت یکی از صنف‌ها و در عموم مکتب مذکور به عادی‌ترین طلبات سانیتری و گیگینی جوابگو نبودند. موافق نتیجه بازدید وزیر تاکید نمود که کم فعالیتی و بی‌اعتنایی برخی از رهبران مکتب‌ها به صفت تعلیم و تربیت نسل نو را تاثیر منفی می‌رساند. در همین حال در مؤسسه تحصیلاتی میانه عمومی رقم 3 که در آن 2668 خواننده در 2 بس تحصیل می‌کنند، وضع اشتراک در درس‌ها و اطراف مکتب نسبتاً بهتر ارزیابی شده است. با وجود این گفته می‌شود به درس نآوردن کتاب‌های درسی از جانب خوانندگان نگران کننده است. وزیر تاکید نموده است که برای تامین شرایط مناسب و زمانوی تعلیم و بلند برداشتن سطح معرفت‌ناکی جامعه تدبیرهای قطعی اندیشیده شوند. مهاجرت به کشورهای پیشرفته بخصوص اروپا و کره جنوبی از کارگر زبانداری و ملکه کاری طلب می‌کند. اگر می‌خواهید ملکه کسبیتان را رشد داده وابسته به یافتن جای کار و یا پیش از سفر به خارج مشورت گیرید. مرکزهای کسب آموزی و خدمت رسانی در یکچند منطقه تاجیکستان کورس‌های کسب آموزی به طلبات بازار مهنت جوابگو را پیشنهاد می‌کند. کورس‌ها از 2 هفته تا 3 ماه دوام می‌کنند و کاملا رایگان می‌باشند. مرکزهای کسب آموزی 21 کورس را پیشنهاد می‌کند و همه شهروندان از 16 ساله بالا می‌توانند در آنها اشتراک کنند. ختم کنندگان صاحب سرتیفیکات‌های بین‌المللی می‌شوند و به آنها در بازار داخلی و خارجی از جمله بریتانیای کبیر، آلمان، کره جنوبی و امارات متحده عرب جای کار پیشنهاد کرده می‌شود. همه خدمت رسانی‌ها در مرکزها در دایره لایحه بهترسازی ملکه‌های کسب آموزی و امکانات‌های با کار تامین شوی وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی و بانک آسیایی رشد پیشنهاد می‌گردند. رقم‌ها برای تماس در زیر اکران‌های شما.
رئیس پیشین شهر کنیبادام عبدالسلام تختاسونزاده به 12 سال زندان محکوم شده است. رادیو آزادی خبر میدهد که حکم او را سود شهر کنیبادام ولایت سوخت 30 اپریل صادر کرده است. تختاسونزاده به قلابی و گرفتن پاره به مقدار کلان ایبدار شده است. در این خصوص نظر خودی او، وکیل مدافع و یا نزدیکانش معلوم نیست. عبدالسلام تختاسونزاده ماهی январи соли равон бо сабаби ба кори дигар гузаштан аз мансаби раиси шаҳри Конибодон барканор шуда буд, вале баъдан расонаҳо хабар доданд ки ӯро дар Узбекистон дастгир ва ба Тоҷикистон оварданд. бинандаи азиз, ин барномаи навиди 7 рӯз буд. бо мо бошед ва дар саҳифаҳои мо дар шабакаҳои иҷтимоӣ обуна шавед. хайр.